سلام شاد باشه گوشین مزنیم بهادر قوم بلوچ حاج رضا گمشازی یک احترام بگوشین رضا بلوچ چون که ذات و زی پای اهمیت نداری آی تمام فکر ذکر تمام مشکلی و دردی تمام همی فقرن تو بیچارگی قوم بلوچ کل بلوچان پا یک چند میچاری تو آی لوٹی مشکلان بلوچ حل بکن اگه مشمه بلوچستان چند نفر چون حاج رضا بودی هیچ گمی باور کن بلوچ نهد بعضی خدمتی پا بلوچانی کرته بلکه بعضی نزانته تا هر جا کمکی بوتا ولی نفری بوتا که حاجی وطر رسینتا یتیم جنوزام که لونکه اینان محتاج بوتا گا حاجی شطری گوت که میلیاردر نه ما بگوشین که حاج رضا میلیاردر نه گازال کاشی مردم یه وسیدگری کمک حال یکانت نفر 50,000 یا 100,000 یه کمک کنن تو حاجی صاحب کن وسیله و رو تو مشکلان حل کن تسل گلستان و دشتیاری ما وقت دیستین که چنک زحمت شبان روزی مدیریت کرد بعد در آخرین جریانی هم که هستد شکلی پانک که مشمه عاجزه ناموس بلوچت که در افغانستان گیرد اما هنگی کو زحمتی که شد آره یاد پاوتی خانواده سر کو بعد من پا یه دشمنان گوشین که گو حاج رضا طرفم شام بزانند که حاج رضا تهنان نهند بعضیم بلوچ که حاج رضا دفاع کند با جان و دل دفاع کنند شام بزانند که گوی کارام شام پگاد و خراب کنند دشمنی کجا تا دنیا بوده که مردم گویا نیکوکاری خیر دشمن ببید من نزانشانی مشکل چین بلش حسادت این غرض الله هزان چون مدت پیش کلیپ پیش نشد که حاجی ترور شد توسط سپاه مگه چیه حاجی تروریستی گروه که چیه انگت چینان حاجی رضا را سپاه داستانش چوکی حمایت و کمک شکنته چون کار سپاه خدمت به مردمه همه کار که حاج رضا یکنتن چرا سپاه گو حاج رضا مگه چه دشمنی داری شما یه خبران پاک شکنی که چه حاج رضا ترو سی تو دست کشی بله دردی و چیه که تا وجود حاج رضا هستند هیچ بخاموش نبی تا زمان که کسی را گندی که محتاج لونکه نانند فقیرند بیوس مریضند خرج بیمارستان و دکتر و دوا نداری ای درد دل حاج رضا هستند حاج رضا بعضم گوشت و میلیاردر نهند آی دل دریای انشاءالله رحمان آی دشمنان تمام الله زیر و زبر کن یا نه توبه بکنند ما هم دعا کنیم که این دشمنان الله هدایت بدن ولی این دشمنان کسی نه جز همه خودمانی و همه براسان نزدیک دور بریانگ شغدی ما گوشتگش که حسود غریبه نیست مکنه یه کارانه حاجی یک گل پرشته که الله مشمار داتا بعد کادرا بزانین حمایتی کنین و دیگه دشمن تراشی مکنه